سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 47 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز درس امروز اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفر درس ها در شرح ها گذارید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه را نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز درس امروزمان چنین است: Raise your words, not voice. It is rain that grows flower, not thunder. by Rumi. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: کلماتت را بالا ببر نه صدایت را. باران است که گلها را می رویاند نه رعد. سخن مولانا. چطوری که میدانید ما در chapter 5 یعنی در باب پنجم کتاب قرار داریم و موضوع باب پنجم کتاب talking about the present یعنی گپ زدن درباره حاضر می باشد و امروز ما موضوع نو نمیگذاریم. مشق‌هایی که در آخری باب پنجم هستند آنها را اجرا میکنیم. درس 47 چطوری که گفتیم ما امروز درس نو نمیگذاریم. درس امروز ما درس تکراری می باشد، تکرار باب‌های یکم تا پنجم. و با شما یک خوشخبر داریم. سرکرده از باب ششم کتاب با درس های ما یک قسمی نو علاوه می شود و این بگذار برای شما همچون سورپریز ماند. از درس 48 سرکرده آن باب را شما در درس های ما خواهید دید. Exercise 39 مشق 39. مشق 39 این تکرار باب های 4 و 5 می باشد. ما چنین مشق را در درس قبلی اجرا کرده ایم و این مشق از دو قسمت عبارت می باشد. در قسمت یکم کلمه های بالا را استفاده برده با سوال ها جواب می دهیم. در قسمت دوم باشد جای های خالی را پر می کنیم. بگذاریم به قسم یکم. سوال یکم: What are John and Mary doing? جان و مری چیکار کرده ایستادند؟ ما باید رسم پایان را دیده و کلمه های در روی خط بوده را استفاده برده با سوال جواب دهیم. خیلی که میبینیم آنها با یکدیگر با تلفن گپ زده ایستادند و جواب ما میشود John and Mary are talking to each other on the phone. جان و مری با یکدیگر در تلفن صحبت دارند. سوال دوم: What do you see in the picture? در رسم چی را میبینید؟ I see a clock, a refrigerator, a calendar, two phones, a table, a pen, a chair, a piece of paper and a picture on the wall. من ساعت رو، یخدان رو، کلندر رو، تقویم رو، دو تا تلفن رو، تابلو رو، روچکه رو، کرسی رو، یک پارچه کاغذ رو، رسم رو در دیوار میبینم. چقدر که میبینید آن چیزهایی که نامبر کردیم در رسم موجود میباشند. سوال سوم: Is John happy? Is Mary happy? Are John and Mary smiling? آیا جان خرسند است؟ آیا مری خرسند است؟ آیا آنها تبسم کرده ایستادند؟ جواب ما Yes, John is happy. بله جان خرسند است. Yes, Mary is happy. بله مری خرسند است. Yes, John and Mary are smiling. و یا Yes, they are smiling. بله آنها تبسم کرده ایستادند. سوال چهارم: Are they sad? آیا آنها غمگین هستند؟ خیلی که میبینید آنها غمگین نیستند و جواب ما میشود No, they aren't sad. No, they're not sad. نه آنها غمگین نیستند. دو شکل اختصار شوی بود. هر کدامش رو که استفاده برید درست است. میگذاریم با سوال پنجم: Who is standing? Who is sitting? کی راست است؟ کی نشسته است؟ خیلی که در رسم میبینید جان راست است، مری باشد نشسته است و جواب ما میشود John is standing. جان راست ایستاده است. Mary is sitting. مری نشسته ایستاده است. نشسته است. سوال ششم: Is John in his bedroom? Where is John? آیا جان در اتاق خوابش است و جان در کجا است؟ خیلی که میبینید اینجا یخدان هست و یخدان در خانه خواب نمی شود و جواب ما می شود No, John isn't in his bedroom. نه جان در اتاق خوابش نیست. He's in his kitchen. وای در آشخانه اش هست. سوال هفتم: What is Mary drawing? مری چی کشیده ایستاده است؟ چی تصویر کرده ایستاده است؟ و چقدر که میبینید قلب تصویر کرده ایستاده است و جواب ما می شود Mary is drawing a heart. مری
қалб яъне дил тасвир карда истодааст. саволи ҳаштум. What is on Mary's table? дар болои мизи Mary чи аст? There are a book and a piece of paper on Mary's table. дар болои мизи Mary китоб ва каме варақ ҳаст. саволи нуҳум. What is on the wall next to the refrigerator? дар девол дар бари яхдон чӣ ҳаст? дар девол дар бари яхдон аз як тараф соат аст, аз тарафи дигар календар ва ҷавобҳои мо мешавад There is a clock on the wall next to the refrigerator. дар девол дар бари яхдон соат аст. ва ё or мешавад ё. There is a calendar on the wall next to the refrigerator. дар бари яхдон дар девол тақвим аст. ва ё a clock and a calendar are on the wall next to the refrigerator. соат ва тақвим дар девол дар бари яхдон ҳастанд. чунин ҳам ҷавоб дода метавонед. ҳар се ҷумла дуруст аст. саволи даҳум. Where is the clock? соат дар куҷо аст? соат дар бари яхдон ҳаст ва мо чунин ҷавоб дода метавонем. The clock is on the wall next to the refrigerator. соат дар девол дар бари яхдон аст. саволи ёздаҳум. What time is it? соат чанд аст? It's 8:30. 8:30. ва ё It's 8:30. аз 8:30 гузаштааст. бо ду шакл ҷавоб дода метавонед. саволи охирон. What is on the wall above the table? дар девол дар болои миз чӣ аст? хеле ки мебинед якто расм ҳаст ва ҷавоби мо мешавад There is a picture of a mountain on the wall above the table. дар девол дар болои миз расми якто кӯҳ аст. хеле ки мебинед расми кӯҳ аст. мегузарем ба part 2. Complete the sentences. қисми 2. ҷумлаҳоро пурра кунед. John and Mary talking. дар бораи замони ҳозира гап рафта истодааст. аз инро мешавад are talking ва вақте гӯем ки дар телефон мешавад on the phone. John and Mary are talking on the phone. John ва Mary дар телефон гап зада истодаанд. ҷумлаи дигар. John як нафар аст. is talking to Mary. John бо Mary гап зада истодааст. ҳамин хел дар ҷумлаи дигар. Mary is talking to John. Mary бо John дар телефон гап зада истодааст. ва вақте ки якҷоя гӯем мешавад they are talking to each other. онҳо бо якдигар гап зада истодаанд. ҷумлаи 15-уми мо. John is ва вақте гӯем ки дар ошхона аст мешавад in the kitchen. John is in the kitchen. John дар ошхона аст. He is standing in front of the refrigerator. дар пеши яхдон истодааст ва ё метавонем гӯем ки near the refrigerator. He is standing near the refrigerator. вай дар наздики яхдон истодааст. ҷумлаи 16-ум. There is a calendar. дар девол гуфта мебошем мегӯем on the wall. дар девол. There is a calendar on the wall next to the refrigerator. дар девол дар бари яхдон тақвим аст. Mary is sitting at a table. Mary дар миз нишастааст. He is drawing a picture. вай расм тасвир карда истодааст. расм кашида истодааст. Mary likes to talk to John on the phone. Mary бо John дар телефон гап заданро нағз мебинад. There is a telephone book on the table. Telephone book in китобе ки дар болои миз аст ба он мегӯянд telephone book. There is a picture of a mountain above the table. дар болои миз расми кӯҳ аст. мегузарем ба машқи дигар. Exercise 40. машқи 40. ин машқро шумо худатон иҷро мекунед. мисли машқи қаблӣ калимаҳои дар рӯйхат бударо истифода бурда ба саволҳо ҷавоб медиҳед ва ҷойҳои холиро пур мекунед. Exercise 43. машқи 43. дар ин машқ мо ҷавобҳоро дида варианти дурустро интихоб мекунем. мисоли якумро худи китоб иҷро кардааст. Jack lives
in China. ما گفتیم که وقتی که درباره شهرها و دولت‌ها گپ بزنیم این استفاده می‌بریم. مثال دوم I need و گفتیم که بعد از کلمه need و want infinitive میآید و infinitive ما این to buy می باشد. I need to buy a new notebook. من احتیاج دارم به خرید دفتری نو. جمله سوم این سوالی می باشد و پیشنهاد هست. آیا این چیز رو می‌خواهید و یا نمی‌خواهید؟ و وقتی که پیشنهاد کردنی باشه میگیم Would you like a cup of tea? آیا یک پیاله چای می‌خواهی؟ Yes, thank you. بله، تشکر. جمله چهارم There are 22 desks. 22 میز گفته شده است. از این رو شکل جمع می شود are. There are 22 desks in this room. در این حجره 22 تا میز هست. جمله دیگر Pilots sit an airplane. Pilot می شود پیلوت و یا خلبان هواپیما. آنها در کجا می نشینند؟ در قسم داخلی و قسم پیشی هواپیما و جواب ما می شود in the front of. فرقیت این دو رو فکر میکنم در خاطر دارد. اگر بگیم in front of می شود در پیش سمالیت، یعنی بیرون از سمالیت در قسم پیشش، و وقتی که کلمه the اضافه کنیم می شود در قسم داخلی و پیشی، جایی که پیلوت ها میشینند. جمله ششم I live at 6601 4th Avenue. من در این خیابان زندگی میکنم. وقتی گفتیم که خیابان و یا کوچه با همراه رقم بیاید ما preposition at استفاده میبریم. جمله هفتم The students باید شکل این کاری استفاده بریم و میشود don't want to do their homework. طلبه ها وظیفه خانگیشون را کردن نمیخوان. این present simple میباشد و میگذاریم به سوال دیگر. از علامت سوال معلوم است که جمله ما جمله سوالی است و تیوی گفته شده است. یک تا تلویزیون را در نظر دارد و جمله سوالی ما فعل to be اول میآید و باید در شکل singular یعنی در شکل تنها باشد. و جواب ما می شود Is there a TV in Jane's bedroom? آیا در حجره خواب جین تلویزیون هست؟ نگذاریم به مشق دیگر. Exercise 44 مشق 44 Correct the errors. خطاگی ها را اصلاح کنید. در اینجا بعضی جمله ها داده شده‌اند. در داخل آن جمله ها بعضی خطاگی ها است. ما باید آن خطاگی ها را یافته جمله ها را از نو نویسیم. مثال یکم را میخوانیم. Do you want go downtown with me. در این جمله خطاگیش این است که بعد از کلمه want ما گفتیم که infinitive می آید و باید to go شود. شکل درستش می شود Do you want to go downtown with me? آیا با من به شهر رفتن می خواهی؟ جمله دوم There is many problems in big cities today. در اینجا problems آمده است یعنی شکل جمع است و در اینجا باشد there is آمده است is آمده است و باید این are شود. There are many problems in big cities today. امروزها در شهرهای کلان مشکل‌ها زیادند. I would like see a movie tonight. در اینجا هم بعد از کلمه would like گفتیم که infinitive میآید. see و to see باید بیاد. من امشب میخواهم که فیلم تماشا کنم. جمله چهارم We are needing to find a new apartment soon. در وقتی استفاده کلمه need گفتیم که این فعل ing نمیگیرد و شکل درستش We need to find a new apartment soon. ما به نزدیکی باید اتاق نو یابیم و یا خانه نو یابیم. و مثال پنجم Mr. Rice would like to have a cup of tea. کلمه would هم گفتیم که s نمیگیرد و فعل هایی که بعد از کلمه would میآید آن هم s نمیگیرند. شکلی درستش می شود Mr. Rice would like to have a cup of tea. Mr. Rice می خواهد یک پیاله چای نوشد. جمله ششم How many students there are in your class. در اینجا جمله سوالی می باشد و گفتیم که در جمله سوالی فعل to be پیش از there می آید. شکلی درستش می شود How many students are there in your class. در صنف شما چند طلبه هست. جمله هفتم Yoko and Ivan are studying grammar right now. They won't learn English. در اینجا right now گفته است یعنی زمانی حاضره
وقتی که زمان حاضره باشد فعل ما هم باید در زمان حاضره بیاید با فعل to be. و در اینجا هم بعد از کلمه want گفتم که شکل infinitive باید بیاید، to learn باید شود. شکل درستش می شود Yoko and Ivan are studying grammar right now. یوکو و ایوان عین حال گراماتیک خوانده ایستادند. They want to learn English. آنها انگلیسی آموختن میخواهند. جمله هشتم I am like to leave now. How about you? و شکل درستش می شود I would like to leave now. How about you? من میخواهم که اینجا رو ترک کنم. شما چی؟ I am like این شکلی خطا می باشد و وقتی که یگام چیز رو میخواهم و اینو گفتن میخواهم ما کلمه I would like استفاده میبریم. I would like to leave now. من میخواهم اینجا رو ترک کنم. جمله نهم Please put the chair in middle the room. در اینجا باشد یک کلمه رو ننویسند و اون کلمه این می باشد Please put the chair in the middle of the room. و وقتی که of رو استفاده نبریم جمله خطا می شود. جمله آخران The teacher needs to checking our homework now. درباره حاضر گپ رفته ایستاده است و to checking این شکلی نادرست هست و اینفینیتیو بعد از خودش ing نمیگیرد. شکلی درستش می شود The teacher needs to check our homework now. معلم احتیاج دارد و باید وظیفه خانگی ما را حاضر سنجد. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 45 مشق 45. در این مشق بعضی جمله ها داده شدند. شما آنها را باید پر را نمایید. ما بعضی آنها را همچون مثال برای مثال آورده ایم. مثلا برای جمله یکم گفته می توانیم که I need to study because I have an exam. من باید بخوانم چون که امتحان دارم. و یا با جمله دیگر Would you like a cup of tea? آیا یک پیاله چای میخواهی؟ و یا جمله دیگر There is a book on the table. آنجا در بالای میز کتاب است. و جمله دیگر I'm thinking about my homework. من درباره وظیفه خانگیم فکر کرده ایستادم. I think that this is a beautiful place. من فکر میکنم که اینجا جای زیبا است. جمله دیگر In my opinion English is easy. و فکر من زبان انگلیسی آسان است. این بعضی مثال ها بود و شما این 15 جمله را با مثال های خودتان نویسید و پر نمایید. Exercise 46 مشق 46 Review Chapters 1 to 5 تکرار باب های 1 تا 5. در این مشق ما رسم را دیده و کلمه های داخل قوس را دیده و جایهای خالی شکل درستی آنها را می نویسیم. در اینجا باشد کی هست نام هایشان آورده شده است. مثلا بیبی بابی این کودک می باشد. الن این دختر می باشد. پاول این پسر می باشد. میسیس سمیث این مادر می باشد. میستر سمیث این پدر می باشد. پاوس این گربه می باشد. تویتی این پرنده می باشد. میکی باشد این موش می باشد. متن را می خونیم. The Smiths are at home. عائله اسمیث در خانه است. It's evening. بیگاه است. Paul is sitting on the sofa. پاول در بالای راحت کرسی نشسته است. زمان حاضر دوامدار است و دوامش he is reading a newspaper. وی مجله خوانده ایستاده است. Ellen این دختر بود. دختر اینجا است. Ellen is sitting at the desk. Ellen در میز نشسته است. She is studying. وی تحصیل کرده ایستاده است. درس کرده ایستاده است. While she is studying, she is listening to music on her radio. و وقتی که وی درس کرده ایستاده است وی با موسیقی با رادیوش گوش کرده ایستاده است. عین زمان. Paul این پسر بود. Paul hears the music. Paul موسیقی رو میشنود. But he listen to not. و ما باید در شکل منفی و در زمان حاضر دوامدار جمله سازیم. He isn't listening to it right now. و وی با آن گوش نداده ایستاده است. عین حال. He is reading the weather report in the newspaper. وی درباره باد و هوا در مجله خوانده ایستاده است. Ellen
Ellen دختر بود. Ellen is studying her chemistry text. وی متن کیمیاش رو خوانده ایستاده است و آموخته ایستاده است. She chemistry like درباره زمانی عمومی باید گپ زنیم. میشود she likes chemistry. وی خیمیا رو نقض میبیند. She thinks that chemistry is easy. این زمانی present simple بود چون که وی در عموم فکر میکند که خیمیا آسان است. وی فکر میکند که خیمیا آسان است. She درباره حاضر باید گپ زنیم. is thinking about chemical formulas. وی حاضر درباره فرموله های خیمیایی فکر کرده ایستاده است. She understands the formulas. وی فرموله ها رو میفهمد. Mrs. Smith is in the kitchen. خانم سمیث در آشخانه است. She is cooking dinner. وی خوراک شام آماده کرده ایستاده است. پخته ایستاده است. She is making a sauce for the pasta. وی برای مکرون سس آماده کرده ایستاده است. Steam بخار is rising from the pot on the stove. بخار از کسترول بالای پیچکه برآمده ایستاده است. Mrs. Smith باید در عموم در شکل منفی نویسیم. Mrs. Smith doesn't like to cook. خانم اسمیث پختن را نقص نمیبیند. But she knows that her family has to eat good food. اما وی میداند که عائله‌اش باید خوراکی خوب، خوراکی نقص خورند. While she makes dinner. وقتی که وی خوراک آماده میکند. Mrs. Smith is thinking about a vacation on the beach. وقتی که خوراک آماده میکند وی درباره تعطیل در ساحل فکر کرده ایستاده است. Sometimes Mrs. Smith بعضا وقتی گفتیم که در جمله sometimes باشد این present simple می باشد و جمله ما می شود Sometimes Mrs. Smith gets tired of cooking all the time. بعضا خانم اسمیث از پختن همیشه خسته می شود. But she درباره present simple باید گپ زنیم loves her family very much. اما وی عائله‌اش رو خیلی زیاد نقص می بیند. And دوام میدیم wants to و میخواهد take care of their health. و وی میخواهد که از سالمی عائله‌اش نگاهبینی کند. take care میشود نگاهبینی کردن. و دوام جمله Mr. Smith is standing near the front door. وی در نزدیکی در پیش راست ایستاده است. He is taking off his coat. وی کورتکش را برآورده ایستاده است، کشیده ایستاده است. Under his coat زیر کورتکش he is wearing a suit. زیر کورتکش وی کاستوم پوشیده ایستاده است. Mr. Smith is happy to be home. Mr. Smith برای در خانه‌اش بودن خرسند است. He is thinking about the dinner. وی درباره خوراک شام خیلی که از درس معلوم است درباره خوراک شام فکر کرده ایستاده است. After the dinner بعد از خوراک شام he wants to watch television. خیلی که گفتیم بعد از کلمه want infinitive میآید. بعد از خوراک شام وی میخواهد که تلویزیون تماشا کند. He needs وی احتیاج دارد و بعد از این هم infinitive استفاده میبریم. He needs to go to bed early tonight because he has a busy day at work tomorrow. و امروز باید به خواب بر وقتتر رود چون که پگاه در کار مشغولیتی زیاد دارد. دوام میدیم In the corner of the living room در کنج خانه نشست A mouse
is eating a piece of cheese. در کنج خانه نشست یک موش پنیر خورده ایستاده است. The mouse thinks that the cheese tastes good. موش فکر میکند که پنیر مزه خوب دارد. پس این گربه بود. پس doesn't see the mouse. پس گربه را پس موش را نمیبیند. She در شکل منفی باید جمله سازیم. Doesn't smell the mouse. وای بوی موش را نمیفهمد. پس خواب کرده ایستاده است. در شکل حضوری دوامدار. پس sleeping. پس خواب کرده ایستاده است. She خواب دیده ایستاده است. درباره موش می شود is dreaming about a mouse. وای درباره موش خواب دیده ایستاده است. Bobby is in the middle of the living room. بابی در مابین خانه نشسته است. بابی این کودک بود. خیلی که میبینید کودک بازی کرده ایستاده است. He در زمان حاضره دوامدار is playing with a toy train. وای با بازیچه پایزدش بازی کرده ایستاده است. He not see در شکل منفی باید جمله سازیم. Doesn't see the mouse. وای موش رو نمیبیند because he is looking at his toy train. وای موش رو نمیبیند چون که وای با بازیچه پایزش نگاه کرده ایستاده است. جمله دیگر The bird Tweety پرنده تویتی is singing سرایده ایستاده است. پرنده تویتی سرایده ایستاده است. بابی در شکل منفی isn't listening to the bird. بابی کودک با پرنده گوش نداده ایستاده است. He is busy with his train. وای با پایزدش مشغول است. این مشق اخیران درس امروزه بود. میگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو. Word کلمه voice آواز thunder رعد wall دیوار picture رسم pillow تکسری sauce steam بخار raise برداشتن rise برخاستن grow رشد کردن talk گپ زدن عادتاً با تلفن sleep خواب کردن dream خواب دیدن و یا آرزو کردن leave ترک کردن understand فهمیدن cook پختن get tired خسته شدن take care نگهبانی کردن take off کشیدن لباس put on پوشیدن لباس. در اینجا درس امروزه ما با پایان میرسد و وظیفه‌هایی که بعد از این درس ما با شما میدهیم. یکم مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید. از مشق 39 سر کرده تا 46 باب 5 کتاب را به دفترتان نویسید. دوم درس‌های از باب 1 تا باب 5 را تکرار کنید. سوم کلمه‌های نو را از یاد کنید و در جمله سازی استفاده نمایید. در اینجا درس امروزه ما با پایان میرسد. لطفاً اگر به کانال ابونه نشده باشید ابونه شوید. به نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زر کنید و فراموش نکنید که سر کرده از باب 6 کتاب ما برای شما یک سورپرایز داریم و سورپرایز ما این علاوه کردن قسم نو به درس ها می باشد و برای فهمیدن آن سورپرایز لطفاً ما را پیگیری نمایید و سر کرده از درس 48 آن را بینید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.